اتاق فرار یکی از اون تفریحاتی بود که چندین سال دلم میخواست تجربهش کنم. نمیدونم چرا، چون من اصولاً با چیزهای ترسناک کنار نمیام، نه داستان ترسناک، نه فیلم، نه هیچ گونه اتفاق غیر منتظره‌ای رو بر نمیتابم. حدس میزنم اون حالت معماییش برام جذاب بود و واقعاً تصوری از این که تا چه حد میتونه ترسناک باشه نداشتم. که تا چه حد یک ذهنی که تخیلش قویه میتونه داستان درست کنه اون تو نداشتم. و حتی بعدش تابستون امسال که با خانواده رفتیم اتاق فرار، به این نتیجه رسیدم که از اون تجربه هایی که دیگه نمیخوام تکرار بشه، از حضور موجودات با گریم های ترسناک به صورت ناگهانی، از دیزاین و دکور و داستانش که یک داستان واقعی بوده، بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده بوده، همه‌شون تخیل منو به شدت فعال کرده بود و از یه جایی به بعد این حس که الان وسط یک بازی ما از دست دادم. یک قسمت بازی یک نفر رو از طریق بلندگو صدا می‌زدن که تنها بره توی اتاق دیگه و دقیقاً اولین نفر من بودم و داخل آشپزخونه رفتم و در پشت سرم قفل شد. صدای بقیه رو میشنیدم که از پشت در دارن صدا میزنن که نترس تا ما در رو باز میکنیم، ولی چیز دیگه هم که میشنیدم صدای کسی بود که با کنار گوشم با صدای ترسناک حرفایی رو میزد و من اونقدر جیغ زدم و اونقدر گریه کردم که بازیگر بنده خدا داشت میگفت که بازیه نترس و باز دید ساکت نمیشم. گفت چراغو برات روشن میکنم من میرم و باز هم من ساکت نمیشدم و اینجوری بود که دیگه نمیخوام این تجربه تکرار بشه. تا مدت‌ها حس بدی داشتم.